سلام خواهر و برادران گرامی، اکنون به قسم بدن میگذاریم. اناتومیا. از روی آغاز میکنیم. روی، سیما، چهره. فیس. تکرار میکنیم. فیس. دهان. ماوس. بینی. nose. همراه من تکرار میکنیم. nose. چشم. eye. آفرین دوستای عزیز، تکرار میکنیم. دیده که علاقه پورا از یاد کردین و آموزش زبانی کلمه های انگلیسی زود کمک میکند که شما با زبان انگلیسی تستر صحبت کنید. ذخیره بای کردن نکن، چون ذخیره بای شد حتما برای شما کمک میکند در هر کجای نباشه. گوش. ear. میرویم تکرار. ear. حتما طرز نویسش نگاه کنید، طرز تلفظش دیگر است. پیشانه. forehead. تکرار میکنیم. forehead. منه. chan. تکرار میکنیم. chan. رخساره. cheek. تکرار میکنیم. cheek. قاش. ابرو نپران. رفتیم. براو. تکرار میکنیم دوستای خوبم، چون همش در چهره ما است. زود باید گوین بگو. نه. دندان. toes. سر. کله. رفتیم. head. دکتر که رفتین سرتون که درد کرد، به زبان انگلیسی باید گوید همین سر به خاطر میارید. head که باشد اک خوش میکنید میشود درد سر. headache. تکرار میکنیم. headache. موی سر. hair. تکرار میکنیم. hair. نوشتش برادرو دیگه است، تلفظش دیگه است. به هم خاطر هم نوشتنش باید یاد گیرید، هم تلفظ کردنش. ریش. beard. موی لب. mustache. تکرار میکنیم. mustache.
میکنم.